محبت و صمیمیت خلق عزیزم مرا وادار می سازد که به خاطر آبادی تاجیکستان، آرامی وطن و آسایش هر یک خاندان کشور ده چند زحمت کشم. امروز خوب در می کنم که اخلاص و اعتماد مردم مسئولیت مرا برای بجا آوردن رسالت بزرگ دولتداری، یعنی رهبری کردن دولت صاحب استقلال تاجیکستان، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، تامین نمودن فعالیت منظم و باثمر رکنهای دولتداری، امنیت جامعه و دولت، ولایت قانون، رشد بامرام اقتصادی و اجتماعی کشور و مهمتر از همه باز هم بهتر گردانیدن شرایط زندگی و روزگار ساکنان مملکت به مراتب می افزاید.